یه سیلی اومدش که اصلا تو دبی بی سابقه بود. از هر جای دبی بگین شما آب میچکید. از هر جای دبی بگین شما آب میچکید. 4-5 روز اینجا بودم، یه روزشو کامل تو آب بودیم که یه دونه ماشین آتش نشانی، ماشین پلیس، آمبولانس نبود. آیه قیزوگام نداشتن اینا، گیر نریخته بودن تو ساختمونشون. از پله برقی‌ها آب میومد پایین، از آسانسورها آب میومد پایین. شهر کلا 48 ساعت تعطیل بود. چند سال پیش توی شیراز سیل اومدن دیدن دور پاسارگاد یه راه آبی حفر کردن از 2500 سال پیش برای این احتمال که اگه وقت سیل اومد به این بنا آسیب نرسه. الان توی این قرن، توی این سال 2025 هنوز دبی نتونست آب سطحشو مهار کنه. توی یه بارونی که یه نصف روز اومد توی این کشور کلا تعطیل شده بود. ما شاید توی تکنولوژی از دنیای خود عقب باشیم ولی تو اجرا واقعا حرف واسه گفتن داریم، مخصوصا تو صنعت ساختمون.